یاد کنیم از همه قدیمی های آبادان، همه پهلوانا، همه مردا. دمتون گرم. قدیما تو قدیمامون دلم تنگ شده بره برزیل ایران آبادان، بره فریدون آواره قبل از اینکه جنگ ما رو آواره کنه، بره ناصر پهلوون و مصطفاریش، خلیل اوقاب، بره حسین محمودی، بره عباس آشی و حسین جگری، بره رحیم کچل، تقی کچل، حاج علفی، حاج کمرو و کل احمد و زار احمد، بره ایلو پیر مرد و جهانگیر چینوی، مرتضای خی، بره شاپور میلانی اولین استاد نیهنبان تو آبادان، بره گروه نیهنبان صدق، گروه نیهنبان سیاه، بهترین گروه بندری بودن کوکا، بره نمکو، کلفتو، الیاس کورو، علی کاش، محمد پیر نژاد، برای تمام کورکچل ها، شل ها، دیوونه های آبادان، برای برمکی، سالیا، علی سرخو، بره عباس گرد و خاک و برادران چرومی، بازیکنان تیم شاهین و تیم کارگر، برای گرگودوانی دروازه‌بان تیم شاهین، پیران دروازه‌بان تیم کارگر، برای نسیم خاکسار نویسنده و برادرش ناصر از کارگرای مبارز بودن، برای جورج یونانی عزیز، عباس برفی هنرمند، برای دریاقلی ناجی آبادان، برای پیشنمازی دهقان گلشینی آموزشگاه حرفی کارآموزان، برای محمد آقاجری تنها مربی نابینای دنیا، برای فاروق فتاحی دروازه‌بان دبیر ورزش مدارس، برای تکلیف طاهر یدس، میگو، عموچوکی، حسن 400، مهدی کور، علی پاسبان، عبدالله باشی، خسرو چینوی، برای جویدر حدیده رئیس تاکسیدانی آبادان، برای قربون کچل، شاب ایران دوست، محمد زیتونی به خاطر چشای سبز و خوشتیپش، برای یه رادیو پوکیده بابام، ترانه های عبدالحلیم. غريبة الدنيا لها طعم جديد، حاجة غريبة حاجة غريبة أنا حاسس إن ده يوم فرید اطرش، کلثوم، یاسین جبلی، امیر گلنوازان، مرجانه مرجانه ای دلبر جانانه بی مهر و وفا هستی با برای جرموز، برای مرتضا و علی کاظمی، برای بوی خوش تریاک سهمه همسایه آمون، برای بستنی و باقلوای فتاحی، برای نونخامهی نگرو، برای خنجروالی سرتاسر بی درد سر، برای کوبیده باشگاه آبادان، برای سپستون، زلزله، کنارای بریم و بوارده، برای ترچین کافی شمس، برای آبجو شمس گیبورگ. گیبورگ میدونید کجا بود کوکا؟ گیبورگ نام صاحب کافه عرق فروش است و تو لینه 1 بود ها کوکا. برای توبورگ های تگری آلونک، برای پاکورهای هندی لامسی، برای دال عدس ایستگاه خرمشهریا، برای ماست و سرشیر و شیر و معیدیا، برای فسنجون چاردریالی و استنبولی هشتراری پالایشگاه، برای ماشین های دورنگ سیاسفید خرمشهریا، برای سینما بهمنشیر سریالی، برای مارلون براندو، آلن دولن، ویلون برنر، برای احمدآباد و سده و جمشیدآباد و ذوالفقاری، برای کواترا، شاهآباد، فره‌آباد، برای سیکلن، برای بریم و بوارده و انکس، برای 7 حوض و 4 حوض و آبتندو، برای فیدوس پارشگاه، برای سپرتاس، برای دوچرخه پوکیده بابام که میرفت سر کار،
بره شرجی خرماپزون، برای تیسه ها مکینه، حبانه و آب خنک چه کیفی میداد. بره بازار کویتی ها مکلون، منتیگل و باندو، بره اینک ریبون و دمپای انگشتی، بره کشیایی که آبادان لنگر مینداختن و میرفتیم تماشا، بره سیرکای آبادان و لاتاری، بره عطاری شاموراد که بره هر دردی یه دوایی داشت، بره تنبولای باشگاه آبادان، بره دکه نوار فروشی احمد خزایی، برای نینوک نه